آقا یه توضیح بده الان به چه اتهامی دستگیر شدی؟ اتهام سرقت کالا. چند فقره؟ 7 فقره. اتیاری؟ نه، سابقه؟ یه دونه دارم. چی بوده سابقه قبلیت؟ یه سرقت. خب حالا راجع به این شیوه شگرد در مورد این اتهامی که بابتش دستگیر شدی یه توضیح بده. میافتیم تو خیابون، ماشینی که بارش خوب بود و میرفتیم جلوش نگرش میداشتیم و بارش از دستش میگرفتیم. کدوم منطقه؟ منطقه سمت کهریزک و اون سمت. یعنی ماشینای باری رو که احساس میکردی محموله خوبی دارن فقط هم نیستم. چجوری اون وقت متوقفشون میکردی؟ وای میستادیم جلوش و بارش رو میگرفتیم. با تهدید چاقو و قمه یا اسلحه؟ 4-5 بار رفیقم اسلحه کشیده بود ولی یکی دو بارش با چاقو گرفته بودیم. خب بعد راننده چی مقاومت نمیکرد؟ دیگه بچه‌ها میگرفتن میآوردنش دیگه، مقاومت هم میکرد. منم میشستم پشت ماشین بار میرفتم. بارو چی کار میکردیم بار سرقتی رو؟ مستقیم میرفتم جای در مال خری وای بستادم تا بچه‌ها میومدن میفروختیم. گفتی احتیاط نداری؟ نه اصلا. راننده چی میشد؟ راننده رو کی رها میکردی؟ راننده‌ام بچه‌ها نیم ساعت بعد ولش میکردن. اونایی که با خودشون برده بودن نیم ساعت دیگه ولش میکردن. چقدر تونستی از این سرقت ها پول به دست بیاری؟ 100 تومن 200 تومن. چی کار کردی پولای سرقتی رو؟ دنبال پول پیش بودم، پول پیش نداشتم. متعهلم یه ماه بچه‌م به دنیا میاد. متهمی دستگیر شده که به اتهام 7 فقره سرقت محموله الان بازداشت است. یه توضیح راجع به پرونده می‌فرمایید؟ عرض سلام دارم خدمت همکاران محترم جناب عالی. به عرضتون برسونم که طی 4 ماهه ابتدایی سال جاری مطلع شدیم که باندی از سارقین سابقه دار اقدام به سرقت مسلحانه، راهزنی محموله‌های انبارها و جاده‌های مواصلاتی به تهران می‌کنند که با برنامه‌ریزی، رصد، پیگیری و اقدامات شبانه روزانه همکاران موفق شدیم کلیه اعضای باند رو در عملیات‌های ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاه‌هاشون شناسایی و دستگیر کنیم. روش و شیوه کار اینا به این شکل بوده که در مناطق جنوبی تهران زاغ می‌زدن و خودروهایی که احتمال می‌دانن بارهای به قول معروف گران قیمت در داخلشون حمل میشه رو شناسایی میکردن. در این فرصت اقدام متوقف کردن خودرو با تهدید سلاح میکردن، راننده خودرو رو به داخل ماشینای خودشون منتقل میکردن و به نقاط خلوت انتقال میدادن و اقدام به ربایش و سرقت محموله شد. با تهدید سلاح گرم فرد. بله سلاح گرم و تمام سرقتشون هم با تهدید اسلحه گرم انجام شد. الان به غیر از سرقت اتهام آدمربایی هم دارن؟ بله، اینا بر اساس اعترافاتی که دادن و نوع فعلی که انجام دادن سرقت مسلحانه و آدمربایی، چون مالکین بار رو بعضا نیم ساعت 40 دقیقه تا 2 ساعت هم حبس میکردن نزد خودشون، از محلی به محل دیگه مسلحانه منتقل میکردن که این واژه مصداق آدمربایی هم هستش.